السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در روز جمعه مبارک بودی کردن یک دیگرها جایز است یا نه؟ یعنی که یک برادر میگوید که روز جمعه مبارک باشد یا که روز سید مبارک باشد. در این موضوع بسیار پیگیری کردیم فکرهای اهل علما را که چی صحبت میکنن و چی میگن. در حقیقت اکثر اهل علم اجازت میتن که هیچ باکی ندارد تا جایی که این مبارک بادی را اگر شما ضرور ندانید، اگر یعنی که بگوید که باید مبارک بادی کنی و این مبارک بادی کردن و مثلا کمی سنت هست و گفته خیلی اعتقاد نداشته باشی، یگان باکی ندارد. هر روزی که انسان مبارک بادی کنه یگان ضرر ندارد. روزی نو مبارک بگوی، سال نو مبارک بگوی، یگان باکی ندارد تا جایی که در عیدهای کفار نباشد اونها را جشن نگیرد. اگر و همین روز جمعه را عید گفته می شود یا نه؟ روزی عید جمعه مبارک میگن بعضی نفرها با همینا برنامه می نویسن. در حقیقت کمی ما هم در همین موضوع خودمون از کتاب ها بحث کردیم که گفتیم که چی معلوماتی هست در همین موضوع، خاصتا که عید گفته می شود یا نه روز جمعه را. از جمله روایت طبرانی در اوسط و صغیرش ده و این شیخ نیموی اسنادش صحیح میگد. بیشک همین روز را گردانده است الله برای شما عید. فاغتسلوا، پس غسل کنید، و علیکم بالسواک، و شما مسواک کنید. یعنی که میگه همین روز را گردانده است الله، جعله الله لكم عیدا، برای شما عید گرداندگی هست. یعنی که در حقیقت روز جمعه را پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله عید گفتیستند. و در دیگر روایت میگه که سید الایام، سردار روزها، یعنی که بهترین روز گفتگی هست. به همون خاطر وقتی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وقتی که عید کی گفتن، اون همچون که عید باشه، عید مبارک بادی کردن برای مسلمان ضرری ندارد. ما این فکر خودمون نیست تنها، و دیگر اهل علم در این باره ما نظر کردیم رأی هاشون و فکرهاشون را. خلاصه همه آمد که این رو مبارک بادی کردن بدعت نیست است. اون نفرهایی که بدعت میگن و این بگیم که این انسان‌هایی که مبارک بادی میگن حکم به بدعت کار میدهند، غلط است. اون قولشون قول غلط است و اونها را اهمیت دادن به کار نیست. والله اعلی و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.